امروز رفتیم با 2 تا 3 تا از کارگرا رفتیم بار گل بزنیم، گیاه بار بکنیم به ماشین. طبق معمول منم رفتم بالا بارچینی، یه دونه وردست اومد. این شلوارکار ما قسمت پشتش یه کوچولو سوراخ بود. کارگری که با من کار میکرد شاخه چوب میگرفت تو اون قسمت پارگی من اذیت آزار میکرد. میگفتم آقا اذیت نکن، حالا که اذیت میکنی من یک بلای سرتو بیارم خودت هست. کار که تموم شد من نگاه کردم تو این باغ گل فلفل قرمز، رفتم 2 تا این فلفل قرمزها گرفتم اینطوری مالوندم به دستم، قشنگ دستم فلفل قرمزی شد. این خام شده بود که خودشو بشوره، منم دست من آغشته با آب کردم، این 3 تا 4 تا قطره این آبی که به دست من فلفلی که به دست من آغشته شده بود فرستادم تو قسمت درز باسندش. همون لحظه یه دونه انگوش کشیدم به لب این برگشت گفت آی مار آی اما میکن باسده می لب باسده مثل فرفره می دوید. همه شما عزیزانو میبوسونم.